سلام، من حسین آلیان هستم از بخش اخبار خارجی تک تاکس. گوگل قراره تا اینترنت رایگان رو به شهرهای بزرگ بیاره و به صورت آزمایشی توی پیاده‌روها اجرا بکنه. گوگل در تلاش تا پوشش اینترنتی رو به شهرهای بزرگ بیاره و به صورت آزمایشی در پیاده‌روها راه اندازی کنه. پروژه جدید گوگل همراه با استفاده از فناوری‌های روز دنیا قراره تا زندگی رو برای ساکنین شهرها از طریق نوآوری‌های تکنولوژیکی بهبود ببخشه. این پروژه در فاز اول خودش تقاطع ارتباطات نامیده میشه که توسط دو شرکت گروه کنترل و تیتان شکل گرفته و شامل طرحیه که باجه‌های تلفن همگانی قدیمی شهر رو به غرفه‌های وایفای عمومی تبدیل میکنه. این به این معنیه که نیویورکی هایی که میخواهند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند دیگه نیازی نیست برای استفاده از اینترنت رایگان به دنبال کافی شاپ و رستوران بگردن. به این ترتیب در هر نقطه از شهر میتونن از اینترنت باند پهن به راحتی در حال حرکت استفاده کنن. وایفای رایگان عمومی میتونه به نفع کسانی باشه که پهنای باند پرسرعتی در خونه هاشون ندارن. این طرح در پاییز شروع میشه و اگر موفق باشه در شهرهای دیگه در سرتاسر دنیا اجرا میشه. طرح پوشش سطحی وایفای شهری یکی از طرحهای بلند پروازانه‌ایه که گوگل در حال حاضر با اون درگیره. همچنین این شرکت در حال کار کردن بر روی اتومبیل‌های بدون راننده هم هست. فاز اول این طرح پاییز امسال توی خیابون‌های نیویورک اجرا میشه و اگر طرح موفقی باشه به شهرهای بزرگ دیگه دنیا هم خواهد اومد.